مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگویند که صدمه با اشتراک فراموز سعیدوف پسر دولتعلی سعیدوف معاون نخست وزیر کشور را بررسی میکنند. بر اثر این صدمه در شب 10 سپتامبر سال روان 2 نفر هلاک شده و خود فراموز سعیدوف جراحت برداشته است. عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 15 سپتامبر به آزادی گفت این صدمه یک تصادف است و نباید چون جنایت برقصدانه عنوان شود. راننده خودش جراحت داره، در بیمارخانه بستری است. حادثه به قتل گرفته شده است، تفتیش دوام داره. هر روز ما چندین صدمه‌های نقلیاتی به خرج میگیریم. به غیر اینا همه اینا به خرج گرفته میشه، سنجش برده میشه از دولت‌ها. قبلا گفته میشد که در پی این صدمه 3 نفر هلاک شدند، ولی عمرجان امامعلی گفت در پی این صدمه 2 نفر، هلاله رحیموی 25 ساله ساکن شهر دوشنبه و رستم ستاروی 30 ساله ساکن ناحیه ورزاب کارمند اداره کمونالی جان داده و خود فراموز سعیدوف مجروح شده است. از این پیش یک همصحبت رادیوی آزادی از مقامات گفته بود که این حادثه را ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تحقیق دارد. یک مصاحب آگاه از قضیه بدون ذکر نامش گفت ساعتهای 1 به 2 شب 10 سپتامبر فراموز سعیدوف با ماشین نو تویوتا کمری از مرکز دلخوشی رویال کلاب واقع در نزد کاخ نوروز بیرون شده و در پهلوی راست او هلاله رحیموی قرار داشته است. هنگام حرکت از سمت بیمارخانه قریه بالا به سمت مرکز شهر نزد باغ حیوانات به ماشین‌های راهسازی اداره کمونالی که آن زمان مشغول بازسازی قسمت راه بودند برمیخورد. گفت این مصاحب رادیوی آزادی و افزود فراموز سعیدوف با سرعت بلند ماشین را رانده است و طبق تفتیش‌های پیشکی در پی روشنایی دادن ماشین مقابل او راهسازان را ندیده به آنها برخورده است. فراموز سعیدوف پسر معاون نخست وزیر تاجیکستان دولتعلی سعیدوف 23 سال دارد. دولتعلی سعیدوف در گذشته در مقام‌های رئیس کمیته جوانان، سفیر تاجیکستان در ژاپن و رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اموال دولتی کار کرده است و از سال 2013 به این طرف معاون نخست وزیر تاجیکستان است. سالهای اخیر چندی از صدمه‌ها با اشتراک فرزندان مقامداران تاجیک رخ داده، پر سر و صداترین آن صدمه رسول امان الله پسر امان الله حکومت الله رهبر پیشین اداره راه آهن تاجیکستان در 3 سال پیش بود. در پی این صدمه 3 نفر جان باخته. مقامات گفتند که هرچند ماشین متعلق رسول امان الله بود ولی در وقت صدمه کسی دیگری با نام عمر شریفوف رانندگی میکرد.